یا اول. توی اون روز هم کلاسی بغل من و معلم دینی امام محمد مطیع تشریح میشه. 25 آبان 61 یک لشکر 2500 نفره 1200 نفرشون شهید میشن. 300 تاشون مال خود اصفهانه. 370 تاره. ببین اینجاش به امام حسین داشتم پیرن و تو میکردم حق بودم که میگفت مسئولین شهر میرن دم خونه های نزدیک بهشت زهرا میگن فردا شب 370 تا شهید داریم قبر نداریم، خونه هاتون رو میبینیم. میگن که میگن الان، میگن آره 17 تا خونه تخلیه میشه و تخریب میشه و قبر میشه. بابا اینو خیلی تابلو عجیبی ها. یا اول فصل من کلاس دوم راهنمایی بودم. مدرسه حضرت قائم. مدرسه حضرت قائم دقیقاً چسبیده به گلستان شهدا. سال دوم راهنمایی هم من چشمانداز کلاس ما همون قطعه‌ایه که قراره که اونا دفن بشن دست فردا. توی اون روز هم کلاسی بغل من و معلم دینی امام محمد مطیع تشریح میشه. یا اول. و از این ماجراها اصفهان زیاد داره. و ببین داداش پس فرداش 1200 نفر ثبت نام کردن دوباره برای